کشت من. آخه جو خدایا اشته کار سنگینی آمدم من. آخه وای آیا و گرم درو داره گل من، آخه به سر دستمال نو داره گل من. آی به سر دستمال نوی مشی مشی، آخ شرنگس میکنم دلبر کجا بشی. وی ما قربان دم دروازه میشم، صدا تور میشنوم بزغال میشم. وی صدا تور میشنوم از دور و نزدیک، مثال غنچه خار تازه میشم. هی نازنینم و هر جا پا گذاریم زمینم. هی مونده نباشی گلک جان، خوبی؟ زنده باشین خیلی فشتنیم خیریته. زنده باشی سلامت باشی. چی گپای؟ بچین دینا رو همه گونیا رو بشه. 4 بیجی 5 بیجی دیگه بمونده. یعنی می ردی فینال سعی کنیم یک که همه به سر شونا خوب بالا کنیم. یار خیر بینی، خدا تو خیر بده. واقعا آدم کار کنی، من به فکر تو هستم. میبینم که تو همین زحمت میکشی، از برج آینده به خیر خوشی معاش دارم بالا میکنم. سلامت باشیم. اگه میتونیم پیار من همینجا بیارین، کار سنگینه. خوبه، مشکل نداره. میگم پیارتم بیار. پیار یک مرم بیارم اینجا کار میکنم. پیار ما مادام کریا. هیچ گپی نی، ما کمی نفر به کار داریم. پیارتم بیا کار کنه، چی فرق میکنه؟ میتونه به توانی هست که ها اونا میگن قلبیر کنیم بابا. هیچ گپی نی. اونا قلبیر کنه، اما به بوجا میکنه، اونا رو عمل میچینیم تا خرند میکنه مقبول مرتب. هیچ گپی نی. پیار خورم بگو خزی بیا. خوبه پیار خورم میگم. یعنی از سبا بگم بیا. از اون سبا بگو که بیا. هیچ گپی نی. خوبه. سعی کو چی میگم؟ من برم با بازار. فهمیدی؟ فقط هر کس که میاد اینجا تا پولا خورمیت جرنگی پول نمیده، جنس بری نمیدی. خوبه. هم هر کس بیخی بچی پیار میاد نمیدی بری. چشم. یاد تو نره. چشم. دلجمع باشم. نه. خلاص دیگه اول خودتون خودم میرم کارگاه بسته به دست خودتون دیگه. زنده باشی. کار نداری؟ سلامت باشیم. نه. خداحافظ. خداحافظ. الو لالو لالو اربعت برار دیشب تا صبح نون پخته داشتی لالو. شاگردای خلیفه هم میاره به اینجا گاه یکی روز بیاورده بود یک جنجال خودم و ای بازی نو پیدا شده. لالو لالو البته دیشب تا صبح نون پخته داشتی لالو. نه قلبیر میکردم. سه چرخه بیا آوردم و ندم چی استادی بخی 1 تن از اینا بار کن بخی حرکت کو.
زغالسنگ ها بخی وقت کنه وقت شما کار دارم. بیارین سه اون چرخ شاگرد دیگه چی شو؟ تو بدر کردیم بیرو کردن سه چرخ خور بیاریم ماما پیش ترازی بیارم. ها خوب انه برو من بیارم تو چرخ پیش ترازی. خلاص شد گیلک جو. خب خیر بینی. امر طول کدی خلاص شد. آن یام پرزیو. پرزه چی ای پرزی از اینا. پول نمیدین نه دیگه پرزه دادیم بر تو دیگه. همین پرزه هم پوله. بفهمیدی؟ ای بر شو. سلام کو خلیفه. به خلیفه بگو واسه خلیفه گفتم به قرض ندیم نه خانم ما پرزه آوردم به تو دیگه. همین پرزه هم که از پول دیگه. بفهمیدی؟ با میگم که 15000 شما بدیم به خلیفه میگم پرزه دادم بگو پرزه دادم. بابا چی می؟ شما بیایی میبر بابا همین مامایت گل صاحب کار ما این دیرو با ما گفت اک دیرو یارت نزدیکا چاشت بودک ساعتا 11 بجه بودک با ما گفت اک من میرم با بازار کار دارم سعی کنی از دیرو تو حال هنه ساعت 4 بجه نمازدگر روز جمعه شده تا به حال نماد که منجگاه بیایی که ما بجو بگم همین پیار خود با ما گفتی بیارک همین پیار ما چند بزینا میدیم چند نمیدیم ولی گد نزدی بودی خودیو؟ نه خوبه دیگه خب میدم ماشانه با ما 5,500 میده شاید به شما 1,000 1,500 بیشتر بده خب میده دیگه به شما بیشتر خب نه خودی گپ کن میزدی دیگه اگه مثلا میگم بابا به شما این 5,500 بده کار نمیکنی 5,500 کارای نمیکنه هم خرج طور میشه خب نال بابا سعی کنین شما الی از ما کتترین الی شما از ما کتترین میده به شما 1,000 1,500 به شما بیشتر میده دیگه کار میکنیم بابا خب باید بیشتر بده دیگه که به چی خوبیه میده یعنی من میگم چرا نماد من چی خبر دارم دیرو چاش رفته بیده یعنی امروز هم نماد دیروز هم نماد ببریم بابا اینا رو میگه ببریم شما بچینی که اینا رو میده کنیم بابا برو ترمز چای دم کنم بابا تا ترمز نفته کی میتونی زودی چای دم کنی بابا اشتنه برو سلام علیکم موجا مده نباشین. و علیکم سلام. خوبیم سلامت بخیر. خوبه. شکر خدا. زنده باشی. کجای گیلک موجا؟ گیلک میجیه. خب. شما پدر نه؟ بالیا. همین که دیروز گفتم شما رو گفتم. بالیا. خب بسیار خوب بسیار خوب. برای که چای دم کنه. برای چای دم کنه. چای دم کنه. کس ماست نما؟ من خبر ندارم که من از اونجا به دنبال بیام که اینا رو جمع کنه اینجا. آخه سه اونا رو بگذارین. کار خوب باشه. گیلک جان مونده نباشی. سلام خلیفه جان خوبیم خیره و علیکم خوبی سلامت جان کجا رو بخیر چیکار میکنی؟ کمی چای من
بودشتم چی شب پیار ما گفتم توش نه پیار من بیاوردم پیار خوب بدیدم اونا رو. ها سودا مدام بکردی یا نه؟ بله ها خوبه دیگه چند سودا؟ 1 تن روش جان تو وزن در نبود اما واقعا فعالیت کردی. دیرو خلیفه ما پیش پریشون شدیم شما دیرو چاش برفتین تا حال نمادیم باور کن اگه ما خودم همین دوست رفیقا قرار بود بریم شوم پس بیاییم رفتیم بعد رفتیم نگاه میگه شب ما مرتک نگاهش حتی صبح چاش تا که امروز چاش با چاش تا میمون دیگه نمازگار و خستگان حالا و خسته برکت کردیم می اومدیم اینجا آن ما امروز جمعه تعطیل هم نکردیم خاطر شما گفتیم نه خیر پیار خودم ما گپ زدم پیار ما گفتم بابا خب بیاورد اینجا با ما انا چند به ما معاش میدم انا ما گفتم که گپ فینی خلیفه من میدم دیگه هر چی بدم میدم انا باشه بیایم دلجم باشه من ایت کار نمیکنم که شما مثلا اگه پیش من ناراحت باشید خدا واسه تو شما معاش میدن که پرده‌گذار زندگی شما باشه و بعد از اون خیال تو راحت باشه باز کنن نام خدا در نبود ما شما فعالیت کردیم بیخی شما دق نمیکنم از خود فهمیدی خب گیلک جان پولا کجا گرفتی کدوم پولا پولا زغالسنگا گفتی 1 تن فروختم این پوله این چیه که پرزا آورد مرتکه دیگه کدوم مرتکه پرزا آورد اما مرتکه که بیده که زغالسنگ خرید این که فیس دکتره کل خراب این که فیس دکتره شماره دکتره چطور شماره دکتر یعنی نوشته دکتر صاحب فلانی این شماره دکتره ما خود تو نگفتم به کسی تو جنس نده نگفتم تو مرتکه پولا خونه نده به چی پیار میبود به کسی جنس نده خب مرتکه خب ما به خدا یک جای شاگرد بیدون خلیفه مرتکه پرزا مستون می آورده بابا جان اون مسئله تا این مسئله فرق میکنه من ساعت گرفتم برای تو گفتم به هیچ کس حتی به چی پیار میگفتم تو جنس نده بگفتم تو میگه به نگفتم خب این چیه که تو ریشه وردی خب شما گفتیم به قرض نده اون مرتکه پرزا داده خب پرزا داده من اصلا تو تا از روز کمی گفتی بدی که ما کسی پرزا بدم تو بدیدی خب اگه ندیدی پرزا چیه که تو مرتکه آورده تو من نمیفهم مرتکه که بیدار گفته اگه ما مشتری هم پرزه 1 تن زغالسنگ به جلوی روی مرتکه کردی 15000 افغانی قیمت تو اشتباه رفتی 15000 افغانی به یک پرزی کاغذ دادی ما با تو دم گرفتم نگفتم که تو جنس به هیچ کس ندی تو پولا خود مرتکه نمید نگفتم خب ما خلیفه به یک جا شاگرد بیدون مرتکه که تا کاغذ می آورد تا کاغذا ندادی چیز نمیدادم برای بابا جان او کار تا این کار فرق میکنه اینجا شرکتی نیه که شرکتی باشه که پرزا بده اونجا در هم مدیر مالی و مدیر چی داشته باشه عالمی 15000 پر از کی بستونم میشناختی مرتکه کی همون نفر که زغالسنگ برد بیا برو صدا کنم کی شما در خود مرتکه نمیشناخته که 1 تن زغالسنگ 15000 پر بجای کرده ما هم دل ما خوش که با خونه نفر آورده که با ما کار کنه به ما آدم کی گفته بود که ما با خزم با میله برم کی گفته بود به ما که با خزم رو با میله برم یک مادگان بزنم من میتونم 15000 پیدا کنم کی 1 تن زغالسنگ به جلوی رو مرتکه کرده به یک پرزه کاغذی دامه که برفتم بزیاد هم بگفتم بکا جان شما همیجی نبودین که همیز زغالسنگی برفتم و مرتکه بداده اونا رو دیرو دادم پیار می امرو آمدم دیروز دادی خبر ندارم همیدان که شما برفتیم مرتکه بیام ما دامه کاکا جان با در شدم وقتم برفتم با دیر رفتم قرار بود که ما وقت زودی پس بیایم خب همونجی رفیقام کار نداریم بالاخره شب بمونیم خاله آمدم خب به می آدم به این بچه شما بله گفتم کاکا جان زمانی که هر کس میاد تا پول خور نقد نمیده جنس برای ندی خب این 1 تن زغالسنگ به یک پرزی کاغذه که او هم شماره دکتره بداره حالا من چیکار کنم این بچه شما به کجا کلان شده بعد شما نه بس شخصیت شما بر نخوره اصلا این عقل کمال داره این فکر روش داره این چی رقم خودت چیکار کنم حالا 1 تن زغالسنگ 15000 به من فایده میاد به شرکت هسته
خب برار آمده که ما که عقل کمال از امرو که به اینجا آمدم این 10 روز میشه بیامدم اینجا ما که از اینجا عقل کمال حیات من نرفته. من از عرب مادر عقل کمال ندارم. اون پرسان کنیم پیار من. یعنی گیلک تو هم پرزه سینه کردی همی قیافه مرتکه سینه کردی آخه ما با شرکت شاگرد نبودم بابا که مرتکه پرزه می آوردن. ای بزی پرزه می دادی و بزی پرزه می داد. من چی میفهمیدم دیدم مرتکه گفت اگر من مشتریم پرزه آوردم. انا پیار خوب بگو او شرکت یا این چیزیه چکن فروشیه. چکن فروشی تا اون فروشی فرق میکنه که پرزه میارم یا چیز میارم. خواهد شما به نظر شما یعنی راه خدای که من 15,000 پتام کنم اینجا راه خدای آل اون مرتکه نه میشناسه نه بدیده بوده این جنس و جلو مرتکه که رضا قاسم خط بلند بود کتاب بود چی رقم چیزی بود نمیشناسی تو نه چی میفهم خب بخیر قط بلند مرتکه قط بلند باشه کتاب باشه مال او از کجا پیدا کنه مرتکه کلا وردار بوده بیا کلا از این وردیشته یعنی من چیکار کنم یار کا کجا من یک کلمه شما بگم خب ما اگه قرار بود که شما رو امروز استخدام کنیم میگم بیان که قرار بود امروز روز اول شما کار کنیم شما فقط خدای بچه‌ها خب برای کار خب می تو آدمانو مکا کجا ما آدما من که میگم سر امیت اساس کار کنه با صداقت کار کنه فکر روش حواس به کار باشه برای که کجا برای کار خوبه ماش من بدن که برو ماش تو رسابان مستقیم بیا برو مدیر بنی منی برو کسی که پول میدن یه بلاش برو کجا برو به دادم میخواد بخ 15,000 به مالستون ماش همه تو وقتی کی ما به تو دیگه ماش بده وقتی برای درس کار که روز کریم سر به چند نمیشه یک کریم از ریبه میشه تو 15,000 به مرتبه که تو ماش هم میدم شما نگفتین که اگه مرتکه پرزه ورد ندی گفتیم ما تو نگفتم پول بقا مقدس بقا خب بقا اون مرتکه پرزه تو در زمین کار میکنی تو میدونی ما کسی پرزه بدم خب وقت نه دیگه تو اشتباه به کدوم عقل خودت دی ما عقل من نمیکشه بریم بخ ما بریم بابا اینجا مثل پلاس وریسی ها میشیم بابا برو گپ نزن پلاس وریسی ها میشه چاری مثل که فقط میگیم برای کوری همون بیرو کردم برو گپ نزن برو شکم و گوش نه حالا